سلام دوستان قند. موضوعی که امروز صحبت میکنیم از این قرارند: پوتین پیش از آن که اعلام کند بعد دوشنبه نمی آید در تایگه ماهیداری کرده است. پیشنهاد نفقه خوره که میخواهد با اسکندرکول نسب پرزیدنت تاجیکستان گذاشته شود. طالبان 4 نفر را در مسیر عام به دار آویختند. قرقیزها به طالبان دست دادند. اما اولتر از همه میخوایم که این نوار را تا آخر ببینید، نظر و اندیشه و ارائه‌تان را بنویسید. فکر شما واقعا هم مهم است. با فانوس آبونه شدن را هم فراموش نکنید. آن را به دوستان خوبتان توصیه بدهید. تکمه پسندیدن و زنگوله را هم زیر کردن را فراموش نکنید. از همراهیتان خوشحالیم. رفتیم. عبدالمجید دوستیف، معاون پیشین رئیس پارلمان و سفیر تاجیکستان در روسیه، پیشنهاد کرده است نام اسکندرکول به کول رحمان عوض کرده شود. او با نوشتن یک مطلب در گزیت SSR خود را نفقه خور نوشته ادعا میکند با این کار، یعنی به نام پرزیدنت گذاشتن کل مذکور، خریطه وطن عزیزمان از نام باز یک اجنبی غاصب و بدگوهر اسکندر مقدونی پاک میگردد. اما امید جیهانی، دانشمند تاجیک، در واکنش به این پیشنهاد در فیسبوک نوشته است اسکندرکول هیچ ربط به اسکندر مقدونی ندارد. او می نویسد نام سعودی کول اسکادر بوده، معنیش کول در بالای دره می باشد. در آخر مطلبش جیهانی تاکید کرده که امام علی رحمان با ریاست و حکومتش نامش را در تاریخ ماندگار کرده و نیاز به جاویدان سازی یادش ندارد. اما برای من یک چیز عجیب است که هنگام پیشنهادها معیار کدام باشد. مثلا چرا نفقه خور دوستیف کدام شهر یا منطقه را نه، بلکه محض اسکندرکول را میخواهد که به نام یا نسب رئیس جمهور گذاشته شود. با توجه به آنچه که در گذشته ها شاهدش بودیم، شاید آینده نزدیکترین باز هم شاهد پیشنهادهای جالبتر و عجیب و غریبی دیگری از جانب نفقه خور و منصبداران سطح‌های گوناگون خواهیم شد. خبرهای رسیده و عکس و ویدیوها از حکومت طالبانی نشان می‌دهند که طالبان آنگونه که دوام می‌شود هیچ تغییر نکردند و همان طالبان 20 سالی پیشند. به قول مثل معروف، افندی رفت مکه و مدینه، هنوز هم همان افندی پیشینه. رسانه‌های محلی در افغانستان به نقل از شاهدان گزارش دادند که طالبان در یک نمایش دهشتبار در شهر هرات جسد 4 نفر را که به ادعای طالبان به آدمربایی متهم می‌شوند در چنگک کرن آویزان کردند. اما تنها آنها مجازات نشدند که موجب گناه گردیدند. طالبان در این چند روزی حکومت خود حتی به ژورنالیستان هم رحم نکرده، آنها را برای عکس و نوار گرفتن از جریان همایش اعتراضی مردم بی‌رحمانه لطوکوب هم کردند و اگر وضع همین طور ادامه کند، روزهای آینده بی‌رحمی‌های دیگری را هم از این گروه شاهد خواهیم بود. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی در افغانستان، بعد چند مدت خاموشی اخیراً از خود درک داد و در یک پیام صوتی طالبان را گروه اکستریمیستی نام برد. در همین حال رسانه‌ها میگویند جبهه مقاومت پابرجاست و در مقابل طالبان همانا ایستادگی میکند. و اما موضوع اعتراف کردن یا نکردن حکومت طالبان هنوز یک موضوع باز است. تا امروز هیچ کشور حکومت طالب شمول را که از جانب خودشان به عنوان امارات اسلامی معرفی میشوند اعتراف نکرده است. حتی پاکستان که به نظر میرسد از همه زیادتر میل دارد که آنها را به رسمیت بشناسد. اما در مسئله داد و گرفت و همکاری ها بسیار کشورها علیه اقدام های انجام دادند. مثلا همین همسایه های در به دیوار خودمان. خبر و عکس های نشر شدند که نشان میدهند حکومت ازبکستان یاری بشردوستانه را به نماینده طالبان تسلیم می کند و همین اخیراً صورت‌های از صحبت نماینده های قرقیزستان با طالبان هم رسانه‌ای شد. واکنش جامعه شهروندی تاجیکستان وابسته به این خبرها خیلی تند هم بود. حتی کاریکاتورهای هم در این مورد نشر گردیدند. با گذشت نزدیک به 2 هفته از نوتای اعتراضی تاجیکستان به سخنان جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده، نظر واشنگتن به آن نامعلوم است. یادتان هست که بایدن 11 سپتامبر با اشاره به آویزان شدن چند ساکن افغانستان به چرخ هواپیما گفته بود اگر در تاجیکستان هم هواپیما می آمد و اعلان میکرد که کسی با ما هم پیمان است سوار شود، آدمان به چرخ هواپیما می چسبیدند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان 14 سپتامبر به سفیر امریکا در دوشنبه نوت
یادداشت اعتراضی سپرد. در آن گفته می شود که گفته‌های جو بایدن بر روحیه مناسبت‌های دوستانه و شریکی جوابگو نمی باشد. اما چرا بایدن محض تاجیکستان را مثال زد؟ سوالی است که جواب را تنها خودش می داند. ولی به هر صورت او را نباید زیاد سخت هم بگیریم. بیچاره بایدن خودش در زمانی که هیچ چیزی به او تهدید نمی کند با یک چرخبالی در جایش ایستاده و بی حرکت با آسانی سوار شدن نمی تواند. اکنون حال آنهایی را تصور کنید که از دست طالبان، گروهی که با انفجار و لط و کوب‌های بی‌رحمانه و سربری و 1001 وحشانیت دیگر نام برآوردند، گریختن می‌خواهند، چگونه است؟ یادتان هست ولادیمیر پوتین برای اشتراک در همایش سران کشورهای عضو سازمان امنیت عهدنامه دست جمعی و سازمان همکاری شانگهای به دوشنبه نآمد و دلیل آن را نتیجه مثبت تست کرونا ویروس در اطرافیان وی گفتند. او گفت که مجبور است گوشه‌نشینی کند. در شبکه‌های اجتماعی نیم شوخی و نیم جدی می‌خواستند فهمند که آن اطرافیانش کی باشند. آیا میانشان آنهایی نیز هستند که اخیراً به پایتخت تاجیکستان آمدند؟ نوارهای اخیراً نشر شده از استراحت پوتین در تایگه سیبیر نشان می‌دهد که در اولهای سپتامبر او با وزیر مدافع سرگئی شویگو بوده است. در این استراحت که اولهای سپتامبر انجام شده است، پوتین کشتی سواری و ماهیداری کرده شب را در خیمه روز می‌کند. پس از چند سال دیگر باره برای دیدن بازی فوتبال ورزشگاهی مرکزی رفتم. مثل پیشینه ها حالا هم آدمان نمیخواهند که در نوبت بایستند و هر کسی تلاش میکند که زور زده خودش را تیزتر به درون اندازد. کارمندان مقامات هم مثل پیشینه ها با عصبانیت با آدمان برخورد میکنند. اما در داخل ورزشگاه چیگه بود؟ آنجا کرسی ها پر از خاک و چنگ بودند، مثل که عموما رویشان لطه تازه را ندیده باشد. و چیزی دیگر که برای من جالب نمود این واکنش مخلصان بود. آنها را هیچ فهمیده نمی شود. با منطق آنها باید دسته حریف عموما بازی نکند و تیمی که آنها از وی پیروی میکنند فوق‌العاده فعال باشد و دائم گل بزند. این قدر حقارت و دشنامی که آنجا صدا میدهد گمان است در جای دیگر شنیده شوند. دشنام‌های بالا خواندار و بولجب با کجاهایی که به قول فلان نمی کنند. گاه بازیگران حریف را دشنام میدهند و گاه داور، اما بسیارتر از همه دسته را که برای مخلصیش آمدند. به قول یگان جای آبادی آنها را نمیمانند. هر عضو را در علاهیدگی و هر سوراخی را دشنام میکنند. و یک چیز خاطرمان در میان این همه آن بود که پهلوی من بچه‌های تئاتری قرار داشتند و سر چند وقت نوشتجات بعد فوتبال به تئاتر را بلند میکردند. فکر میکنم اگر آدمانی که به فوتبال میروند، به ویژه مخلصانی که در بالاتر گفتیم، کم کم به کینو و به تئاتر هم بروند، شاید صدها زبان از حقارت آری، هزارها گوش آرام و میلیونها سوراخی در امان بماند. خبرهای این هفته تمام. نظر و پیشنهاد و ایرادهای شما را انتظاریم. خیر، خوش بمانید.